در شهر بلگراد در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا، وزیر کارهای خارجی روسیه سرگئی لاوروف با همتای آمریکاییش جان کری تشنج روابط میان روسیه و ترکیه را بحث کرد. هفته گذشته یک هواپیمای جنگی ترکیه هواپیمای نظامی روسیه را که موقعهای آشوبگران سوریه را بمباران میکرد سرنگون نموده روابط مسکو و انکره را با بحران مواجه کرد. پیش بینی می شود که در بلگراد لاوروف با وزیر کارهای خارجی ترکیه مولود چاوشاغلو نیز وام خورد. این اولین ملاقات وزیران دو کشور بعد از سقوط هواپیما خواهد بود. در ملاقات شماری از سیاستمداران تاکید کردند که اختلاف مسکو و انکره می تواند به مبارزه با تروریسم که در سوریه سرچشمه می گیرد خلل ایجاد کند. در پایتخت قزاقستان شهر آستانه مجمع پارلمانتی کشورهای ترک زبان برپا شد. در روزنامه نشست درباره بحران روابط روسیه و ترکیه چیزی به نظر نمی رسد. وکیلان از ترکیه، آذربایجان، قرقیزستان و کشور میزبان قزاقستان بیشتر به توسعه همکاری‌های فرهنگی و منطقوی توجه کردند. همه این کشورها عضو سازمان فرهنگی کشورهای ترک زبان با نام ترکسای می باشند. روسیه از جمهوری‌های ترک زبانش تقاضا کرده است که عضویت در ترکسای را متوقف کنند، ولی این مسئله هم در آستانه بحث نشد. در روبروی اداره پلیس شهر پریشتینا جمع آمد اعتراضی مخالفین حکومت کوسوو برگزار شد. فعالان مخالفین طلب کردند که وکیلان بازداشت شده پارلمان فوراً رها گردند. چند پیش 5 وکیل پارلمانت کوسوو همراه با 10 مخالفین سازش با سربیا بازداشت شدند. طول 3 ماه گذشته مخالفین به طور منظم جلسه های پارلمانت این کشور را با گاز اشک‌آور و هشتگ کشی خللدار کردند.